رقابت عجیب و باور نکردنی ستاره هاشمی با آریانا سعید و حرفهای جدید آریانا سعید برای ستاره هاشمی. ستاره هاشمی کیست که این روزها در صفحات مجازی نامش غوغا برپا کرده است و آهنگ جدید عاشقانه ستاره هاشمی با قیس الفت بر ضد آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. ستاره هاشمی هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های مشهور که این روزها در صفحات مجازی نامش غوغا برپا کرده است. هرچند ستاره هاشمی دیده نمی شود به هنر موسیقی روی آورده است و به کارهای هنریش از تیک تاک آغاز کرد و آهنگهای احمد ظاهر را زمزمه می کرد. اما رفته رفته ستاره هاشمی چنان شهرت و محبوبیت خوبی کسب کرده است که این روزها به ستاره درخشان در هنر موسیقی افغانستان تبدیل شده است. هرچند بگو مگوهایی وجود دارد که صنم سعیدی امان ستاره هاشمی است که در ستاره افغان اشتراک کرد ولی از طرف آریانا سعید قبول نشد، ولی این خبر کاملا دروغ بوده است. ستاره هاشمی در کشور کانادا بزرگ شده است. ستاره رقیب هنری خود آریانا سعید را میداند و به همین خاطر همیشه لباسها و تقلید صدای آریانا سعید را می کند و در تازه ترین اقدام قرار است با قیس الفت شاهزاده غزل افغانستان آهنگ دوگانه اجرا کند. آریانا سعید بارها بیان کرده است من رقیب هنری ندارم و هیچ کسی نمیتواند با من رقابت کند، ولی این هنرمندان جوان هیچگاهی نمیتواند جای آریانا سعید را در هنر موسیقی کسب کند. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. دوستان و عزیزانم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید